نه نمیدونستم. راست میگی؟ نه والا نمیدونستم. اصلا نمیدونستم. خوب شد که گفتین. وا عجبا، اصلا نمیدونستم. راست میگی؟ وا خوب شد که تشریف آوردین به استودیوی ما، به صدای دروغگویان. من اصلا مطلع نبودم. خب میفرماییدید، بفرمایید. خودم برای اینکه بدونی من خودم که کل خانوادم سید طباطبایی هستن. برای اولین بار که رفتم کربلا نمیدونستم که ابوالفضل پسر طرفه. اینقدر بی سواد بودم، اینقدر بی سواد هستم، بی سوادم خواهم بود. اینقدر چرخیدم که اصلا سرگیجه گرفتم. اینم تازه شوهر چهارمم خب آخونده بهم یاد داد، وگرنه همجوز هنوز نمیدونستم. والا صراحت کامل بهت بگم، ببین اگر شما مروری به زندگی من کرده باشین قبل و گذشته رو، خب اون مردشو وامونده رشیدپور که اومد آبرو ما رو برد دیگه. اون مسابقه انجام داد، فیلمای ما رو نشون داد، عکسای ما رو نشون داد، عکسای زمان تاریکی رو میگم. آره الانم میترسم با این شوهر چهارم آخونده بازم به تاریکی بیفتم. اما خب یه زمان تاریکی بود اون اولا. مراحل زندگی رو اصلا میریم جلو بهتون یاد میدم. مراحل زندگی خودم، اول که مالزی ملاس بودم، فیلم میساختیم، اینا فیلم سازی میکردیم، فیلم میساختیم، فیلم بازی میکردیم. بعدش اگه یاد باشه یه آهنگ معروفی بود که اومد بیرون، یادتونه معروفه اومد بیرون که نشونم داد همون رشیدپور وامونده، رشید پرور. آره یادتونه؟ عشق قابل نداره تو جون بخوا. خب اون که اومد بیرون و که آبرو ریزی شد و اینا، بعدش هم بعد از اون مرحله خب اومدیم بیرون و رفتیم در مراحل ادیان مختلف. ببین اصلا در من یک ژن یاغی هست که در نوع جریان سازی وجود داره. در معبد هندوها و این از چیزای ادیان هندوی و هندوی و هندی و اینا رو مطالعه کردم، تحقیق بسیار کردم، چاکارا ماکارا بازی میکردیم، از این چیز نقطه های قرمز اینجا گذاشته بودم. بعدش دیدم که نه اونجوری نمیشه، پول زیاد توش نیست. بعد تصمیم گرفتم که چیکار کنم. خب برگردم به همون گذشته های خودمون. اصلا روزی شد که من 8000 تا چادر هدیه دادم، 8000 نفر رو چادری کردم. راجب حجاب از من نپرسید، من اصلا سیاسی نیستم. نه اصلا انگشتر دادم، انگشتر گرفتم، دلتون خوشه. نه ببین اصلا من خیلی بی سوادم و اصلا نگران نباش. بی سوادی تو از بی سوادی من نه کمتره نه زیادتره، اصلا همه با هم بی سوادیم. برید دیگه، حرف دیگه ای ندارم. الانم در خدمتتون هستم، این ماهو کاملا در خدمتتون هستم. رشید پرور رو از صدای دروغگویان انداختن بیرون، من جاش آورد. چتونه؟ امیدوارم که از من بی سواد یاد بگیرید. خیلی اطلاعات کامل گفتم، از شوهر چهارمم آخونده یاد گرفته، همه رو بهتون میگم، هرچی اطلاعات در آوردم بهتون میگم. انگشتر چیزی لازم دارید؟ انگشتر بدم، انگشتر بگیرم؟ عشق قابل نداره تو جون. راستی من والیبالم زیاده، توپ انداختیم و توپ گرفتیم و توپ انداختیم. یادم رفت، من در والیبالم بودم، خیلی توپ انداختیم، توپ گرفتیم. برید دیگه، کاری ندارم تا مصاحبه بعدی.